السلام علیکم بابایشان. من یک کارکن ملیسی کلان شهر دوشنبه هستم. من بسیار ملاها را ظلم کردم، غم می دادم. 30 سال ملیسی کار کردم. من مسلمانی رو باور نداشتم. روز عید خواب دیدم که یک موسفید ریش سفید نزد من آمد و دست من را داشت و به من بسیار نصیحت کرد و گفت در آسیای میانه عالم سرعلم برجسته 2 نفر هستند. رو مسجد آنها نماز خوان و توبه کن. یکی از اونها نورالدین جان و دیگر مولانا محمود جان است. دست اونها را گرفته بوسه کن، این خود عبادت است. و گفت ایشان نورالدین جان از کردی یگان نماز را قضا کردگی نیست. املای عزیز، من توبه کردم، خدا گناه مرا میگذرد. بابایشان، برای چی برادر شما را مولانا محمود جان میگویند؟ مولانایش چیست؟ هزاران بار توبه کردم بابایشان، دیگر تکرار نمیکنم. هزار شکر پروردگار که شما را برای راست هدایت کرده است. به خاطر کارهای ایام نادانیت پشیمانی کردی، از سید توبه کردی، خداوند گناه تو رو میگذرد. خداوند توبه پذیر است. رسول اکرم میگه التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کسی که از سید توبه میکند مانند کسی است که هرگز گناه نکرده است. دادر عزیز، پروردگار در توبه را برای بندگانش کشادگی است تا آمدن سکرات، تا لحظه آخری سکرات. اگر بنده مومن پشیمانی کند از کمبودی هاش، خدا گناهش میگذرد. بنابر همین الان فرصتی زیاده در پیش داری تو و به سبب نمازها خواندن، به سبب شرکت در نمازهای جمعه انشاءالله امید دارم خداوند مقام میتونه مرتبه تو در جنت قدم میبردارد. شاید این قصه شما، این سرگذشت شما برای دیگر کارگرای آرگن دستی درسی عبرت شود. خداوند آنها را انصاف دهد که به پیشواهای دین خود به آدابی نکنند، به پیشواهای دین خود به احترامی نکنند. اما او سخنه که خوب خواب است، من نمیگویم خواب شما دروغ است، این است که در آسیای من غیر دون عالم دیگر عالم نیست. نه، ما خاک پای عالم هستیم. الحمدلله تاجیکستان ما، آسیای من از عالمان خوب بسیار پر است. از هر کدام اینها شما اخلاص کنید میتونید بهره گیرید، میتونید فیض گیرید. اما اینکه من هرگز نماز قضا نکردم، این خدا میداند. خب الحمدلله که من از سن 2 مکتب میخواندم، نمازها میخواندم. خب این همش فضل خدا و تربیت حضرت بزرگوار قبلگار من بودم. روزه خوردنم به یادم نیست. اما قضا کردن این نماز که میدونه بچگی بود، شاید قضا هم کرده باشیم. خداوند بخشد. از من گناهگارتر در پیشگاه پروردگار کسی نیست. من همون سخنی را میگم که حضرت یوسف گفت ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء. نفس هرچی تا آدم فریب میکند به دام گناه میغلطاند. خداوند سبب اخلاص شما گناههای ما را گذرد و ما را سزاوار و توفیق دهد که اخلاص شما را مناسب باشد. دادر عزیز، خوشا به حالتان که الان فرصت یافته و بازگشتی به سوی خدا کرده. خوشا به حال. پیغمبر خدا در حدیث میفرمایند اگر گناه شما به پری زمین باشد هم، وقتی که به خدا شرک نبیارید، توبه کنید، به پری زمین خداوند شما را حسنات میتید گناهتان. خوشا به حال شما. لیکن من گاها در محفل هم میگویم، بازم میگویم، برای که نوارای من هر روز که گیبه تماشا میکنم، هر روز اداره های مخصوص نوارای من رو میبرن تماشا میکنم. پروکراتور رو دیگر با میگویم از کسانی که در بالای منصب هستند خداتان احتیاط کنید. منصب زود به بقاس می رود، شما پیشگاه خدا میرید.
در وقتی منصب بودن خدا را یاد کنید، اسلام احترام کنید، پیشواهای دین تان احترام کنید، احکام اسلام تان احترام کنید دادرای عزیز. اما بعضی ها رو میبینم در سری منصب نه خدا رو میشناسند نه به اسلام کاری دارند، همه رفتارشان ضد اسلامی است، سخنهای تحقیرآمیزانه به اسلام میگن، خیال میکنن که این منصب ما رو هم تو میبرد. همون روز که از منصب غلطیدم باز میبینم نمازخوان، باز میبینم شیخ. بنابر من بسیارتا به اونها اخلاص ندارم. من همون کسی را دوست میدارم که در حالت منصبداریش خوش به دست میگرفت، اسلام رو پشتیبانی میکرد، لیکن هر حال هم فرصت بکن. البته این فکری من است عزیزان من، خدا مانندی گمان من فکر او خدای مهربان است که حتی فرعون دعوای خدایی کرد. عزیزان من، پروردگار دریای رحمت شد، ببینه فرعون دعوای خدایی کرد، حالا که هیچ منصبدارای ما کشان خدا نگفتیان، اگرچه مقابل خدا جنگ دارن اما کشان خدا نگفتیان، خدا دو باور دارن. دعوای خدایی کرد، انا ربکم الاعلا، گفت ما علمت لکم من اله غیری، گفت. قرآن حکایت میکنه به اهالی شهر که غیر من شما خدا نداره، خدای شما منو میخوام میکشم تان، میخوام زنده تا میکنم، میخوام ریخت تا میتیم، میخوام گشنه تا میدارم. خدا منو، خدا نیست. این موسی میگفت که خدا نیست. این موسی یا دیوانو یا الله چه کای. حالا بعضی منصبدارا ما رو هم تو دیوانه حساب میکنن، اما والله خودش دیوانه است. از وای احمقتر کسی نیست. من توف کردم در منصب و شما دستول شم. وقتی که در دریا غرق شد فرعون، وقتی که در تلاطم دریا افتید و شلقه دریا بالاش داشت افتید و اسبش چپه شد، آب دو فرو رفتن گرفت، خستن گرفت، دهنش پری آب شد، دید که میمرد، دید که گده هاش یاردمش نمیکنن، دید که خوه های مسلحش از دست چیزی نمیبیاد، دید که سیر و سوکش از دست چیزی نمیبیاد. بچه گفت، ای موسی گفت من به همون خدایی که بنی اسرائیل ایمان آورده است منم ایمان آوردم، من خلاص کن. ای موسی گفت، ببینید ای موسی گفت، خدای قادر بینه، خدای انتقام جور بینه، دانشته ای خدا نآورد. ای موسی گفت، شاید اگر ای خدا میگفت کار دیگه میشید. ای موسی گفت منو دست بگیر، من خلاص کن، من به خدای بنی اسرائیل ایمان آوردم. چند بار فریاد کرد اما موسی پیغمبر بود، حالت قهرش با نگاه نکرد. باید پیغمبر بزرگوار ما بشد صلوات ربی و سلامه علیه، شاید همه حالتم دست او را میگرفت. موسی نگاشت که غرق شد، سگ بارم برا